نیمه دوم روز 23 ماه سال 2023 بر اثر ترکش بالون کسلرود هنگام کف شیرکنی یوسوارکا در منطقه زورجستار در نویه فسیولسکی ولایت لنینگراد روسیه 3 زوده تاجیکستان به هلاکت رسیده، 2 نفر دیگر جراحت‌های وزنی برداشتند. گوبرناتور یا والی ولایت لنینگراد الکساندر درازدنیوک در تلگرام کانالش با نشر یک ویدیو از جای حادثه خبر داد که به علت ویران کردن تکنولوژی استیصال و تکنیکی به خطری هنگام اجرای کارهای کفشیرگری در شرکت دیدال اسکا در پانتون باریه که باید ترمیم میشد ترکش به وقوع پیوست. 3 نفر در جای حادثه به هلاکت رسیدند. به 2 مجروح در بیمارستان فسیولسکی یوری طبی رسانیده می شود. خبر داده است درزدینکا شرکت دیدال اسکا به انجام کارهای زمین شکافی در زیر بار مشغول بوده در سورجستار تکنیکی خود از جمله پانتون ها را ترمیم می کند. اما نماینده این شرکت فرضیه ترکیدن پانتون را رد کرده گفته است که پانتون در اصل شبیه یک قوطی خالی بزرگ است که ترکیدن نمی تواند. در همین حال سامانه محلی شلاف نیوز رو روز 24 ماه خبر داد که در سورجستار نه پانتون بلکه بالون کسلرود ترکیده همه قربانیان ترکش در کنار پتربورگ زادرگان تاجیکستان بودند. این نشریه اسم 2 تن از هلاک شدگان و یکی از زخمیان را معین و نشر کرده است. بنا به معلومات مقدماتی بختیار نظرعلی 37 ساله و عبدالله چوری 50 ساله جان دادند. جسد هلاک شده سیوم را هنوز بیرون نآوردند و شخصیتش را نیز پورا معین نکردند. وضع ارمت یلدوش 51 ساله که در بیمارستان قرار دارد وزن ارزیابی می شود. شخصیت زخمی دوم را نیز پورا معین نکردند. چلاف نیوز رو می نویسد که بختیار نظرعلیف زاده نویه 5 در جنوب تاجیکستان بود که بیش از 10 سال باز در سانت پتربورگ کار و زندگی می کرد و شهروند روسیه شده بود. بختیار کفشیرگر بود. عبدالله چوریف کفشیرگر بود و سالهای طولانی در شمال و غرب روسیه از جمله قبلا در نویه باکیستگورسک ولایت لنینگراد کار و زندگی می کرد. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مهاجرت کاری می روند. هر سال در روسیه به دلایل مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و بیماری‌ها و صدمه‌های نقلیاتی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می شود.